مظفر، پدری شما استادی ملازخور. او شما رو همچون یکی از شاگردانی که اولین درس‌های تجربی رو آموخته است میشمارد. از خصوصیت‌های ملازخور کدام خصوصیتی که او رو به خود گرفتن می‌خواستید؟ البته ملازخور پیرویش من بسیار وقت میشناسم. این پیش از همه کدام خصوصیتی که آورد؟ این آدم رو من میشناسم، به خود میگیرم. چون که دکتر پیش از همه انسان دوست باید شود. عموما باستانیان میگفتند که دکتری که یعنی طبیبی که فیلسوف است این به خدا برابر است. البته این خصوصیتی فیلسوفی و عقلی ملازخور پیرویش را من میشناسم، میدانم و پیش همین نزد همین خصوصیت های این آدم به عزیز میکنم. ملازخور بعضن کس را یک موفقیت سرگرم سرخوش کرد میتواند. شما از این نمیترسید؟ عموما کبر و غرور و بیخودی چیست؟ کبر و غرور همین چیز که مثلا کبر و غروری سالم هست، کبر و غروری بیمار. مثلا من فخر میکنم که من فرزند خلق تاجیک هستم، این غروری سالمی. نه که مثلا من فخر کنم که در کلی من یگان چیز نباشد، من یگان تصورات ندارم و که پدری من کاتب رای کنم. بسیار آدما صاحب وظیفه منصب میشن، بعد چند وقت کار میگیرن. همین کبر و غرور و نسبت به یا الکا دیگه خیلی میشه تصوراتشان و یا همون حمایه پسیکولوژی ندارن. وقتی که از کار گرفتن و یا با کسل‌های سکته دل گرفتار میشن، با کسل‌های عصب گرفتار میشن، بعضیشون فاسده میروند یک بار. چون که این کبر و غرور از حد زیاد این کسلی است، این بیماری است. برای همین یک چیز دیگه گفتنی هستم که وقتش یک روایت هست که سلطان محمود غزنوی یک چوپان گرفته وظیفه وزیر به ماندگی، چون که وای در همین وظیفه خودش گم نکند، اما از سوارش و چوپان بوده است گرفته می نویسد که ایاز در بیخودی ها حد خود را شناس، اگر نشناسی من اصحابی من دوست. و هر بار که میبرد میبیند که من همه خیلی آدم بودم، امروز وزیر اگر با خلقتی مناسبتی نادرست کنم با من همین چیز انتظار است. یعنی این شما درباره ضرربینی شخصیت گفتید؟ ملت هم میتواند ضرر بیند از یگان درباره ضرربینی ملت و دیگر چی من چیزی گفتنی هستم که یک روایت دیگه هست. من بسیار روایت‌ها خاطر مثال میبرم. یک مرد پسراش بین خودش بسیار جنگ و جنجال میکردن، یک پسری کلانش جذب یک خیمچه ها بیارد، یک چند خیمچه و یک تاش میتیاد و هم تو میکند میشکنه. بعد 10 تاش مونده میتیاد چیکار میگه و شکسته نمیتونه. بعد میگه که پسرم اگر شما متحد شوید دیگه هیچ وقت شما هیچ کار کردن نمیتونه. یک کمبودی در ملت ما همین است که ما بسیار محلچگی میکنیم. این از پامیر، این از کلوب، این از لینبورگ. اگر ما متحد شویم خلقیتی ما پیش روی ملت ما پیش میره. سالهای زیاد میشناسید؟ با ملازخور چندین سال باز همکاری میکنیم. همکاری میکنید. شما او رو خوب میشناسید؟ خیلی خوب میشناسم. بسیار خوب. انسان بیکمبودی نمیشود. یک سوال غیر عنعنوی، چگونه نارسایی رو در کاری او شما پی بردید همچون طبیعت و یا همچون انسان؟ من همچون انسان در کارهای ملازخور کمبودی پی نبردم. همچون انسان؟ همچون طبیب چی؟ همچون طبیب هم. در کسب طبیبی از همه چیزی مهم است به فکر شما؟ شفقت به بیمار و دانش چقور. بقیه شما همه خصوصیت ها در سیمای ملازخور هستند؟ البته. هر یکی ما از یکدیگر چیزی رو می‌آموزیم. من باور دارم که ملازخور از شما یک چیز رو آموختند از خاراکتر شما. شما از خاراکتر اون کس چی رو به خود گرفتن می‌خواستید؟ از خاراکتر ملازخور با فکرم اپتیمیستی را یاد گرفتم نشکم. حیات دوستی را. حیات دوستی، اپتیمیزم.
برای کاری شما رو خوب فهمیدیم. وقتی اویلوی چیست؟ وقتی اویلوی به واسطه این یک دیگر فهمیدم. یک بزرگوار گفته است که فرزند خود به نصیحت کرده که پسرم تو هر روز زنگ گیر.
هر یک شهر به یک تا خانه ساز. بعد پدر گفت است من چه خیلی هر روز یک تا زنگ گیرم که پول نیست از کجا. و جواب داد است که تو زنت هر روز هم خیلی پیشواز گیر همان روزی که تو عائله دار شده بودی. شرح دومش هم میگه هر یک شهر به یک تا دوست پیدا کن که خانه خودت باری رفته درآمد آمدن کرد. من همین چطوری که از همون روزی که من عائله دار شدم حرمت و احترام میکردم عائله با زنم هم من خیلی حرمت و احترام میکنم. این خوشبختی ما در عائله است. زندگی بیکمبودی نمیشد بعدم پست بلندی میشد با ما یکدیگر ما بعد 5 دقیقه از دل یکدیگر میبراریم. شما صاحب چند فرزند؟ من 2 فرزند دارم. یک پسرچم صنف 3 گذشت فرهاد جان و دخترچم بنفشه. принципи тарбияи намудани шумо фарзандонро падар модар оё бояд ҳатман ояндаи кӯдаки худро пешгӯӣ кунад ё ба ягон мақсади муайян онро тарбия намояд? албатта ҳама тарбия аз оила сар мешавад. ҳар чӣ қадар дар оила тарбия нақш шавад ҳамон қадар давлат пурқувват мешавад, ҳамон қадар пешравӣ мешавад давлат. чунки ҳамон одамое ки дар турмаҳо шудагӣ азоб кишидану дузӣ мекунанд одамкушӣ мекунанд дар оила таваллуд шудагӣ одамҳои беҳтарин қаҳрамонанд дар оила. барои ҳамин принсип ки мисол من گپ زدم که از همینجا من پسری من باید آینده دکتر شود لیکن در درونی و یا اننگه نباشد بسیار کلی. این پروسس خواهش به فقط کمتر همین دوره بچگی به بسیار ادبیات ها چیزا که شناس کردن در که مایل و رغبت پیدا کند و رود همون صحابه نه که مجبوری نمیشن. مثلا بعضی آدما مجبورن بچه‌هاش آورده اینستیتوت داخل میکنن چه راه که از رو متخصصین ناز نمیبرن. محصولاتی که میبرن صفت ندارد. برای همین مثلا ریسپوبلیک ما گیریم بسیار رفیقا بودن شناس واژه داخل شدگی پیشروی کار نیست. این خواهشی فرزندانشان نبود با پدر و مادر آمد؟ عکسی هوای. برای همین مثلا حاضر های سیفی سیب گذشته آینده چخیل میشد. چیزی که در همون فکری و در اندیشه های وای بوده چخیل متخصص میشه و خودش باید میخواد کنه. من همچنین راه نشان دادم بعد چیزای استفاده میبرم که و همه راهی تلقی روان. اون سیستمی که خودش آرزو دارد که آینده بشه. مثلا موسیقی چی شدنی باشد باید اسباب‌های موسیقی که تکنیکی باشد بسیار بازیچه‌ها که اساساتی که وای مایل رغبت پیدا کنه تمیز صاحبا. الان می‌بینید بسیار آدم‌ها حتی کودکاشو بازیچه‌های نمی‌خرن. همین برای مرده جمع می‌کنن برای یک تو جمع می‌کنن که فکری بچه که شده شده آینده یک راهی تو برود نیست. بچه که اخوردی مثلا تکنیک همین که سر کار شد همون راه که اشتر رفته می‌گیرد متخصص شد. لکه برای یک زینه هست یک استعدادی رو کشف کردن میشه. برای که هر یک آدم یک چیز هست همین برای که رونق و رواج دادن رول اویلا رول پدر و مادر کلام